به دوستای گلم، فاطمه شفیع‌پور هستم. امروز با شما هستم با آموزش حذف بک‌گراند یک عکس در فتوشاپ. برای انجام این کار روش‌های خیلی زیادی است، ولی یکی از آسان‌ترین روش‌ها رو من میخوام توی این آموزش برای شما توضیح بدم. برای انجام این کار از این پنل بالا وارد ویندو میشیم و پراپرتیز رو انتخاب میکنیم. قفل عکسمون رو با کلیک بر روی اون برمیداریم و از این قسمت روی گزینه کویک اکشن کلیک میکنیم. ریموو بک‌گراند رو میزنیم و صبر میکنیم که به طور اتوماتیک بک‌گراندمون حذف بشه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. ممنون که از ما حمایت میکنید.